نمپای قسمت سوم. سلام، خیلی خوش اومدین به ادامه آموزش نمپای از کانال یوتیوب من. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، همیشه رو لباتون خندون باشه و کانال رو سابسکرایب کرده باشه. خب توی این جلسه قراره بریم سراغ متدهایی که توی نمپای ما باهاشون میتونیم بیایم و آرایه هایی که میخوایم رو درست بکنیم. یعنی چی؟ به فرض مثال من اگر توی نمپای بخوام یه دونه آرایه درست بکنم، میام اینجا یک متغیری درست میکنم، به فرض اسمشو میذارم A و بهش میگم که مساوی هستی نمپای رو صدا میزنم و از درون نمپای متد آرایه رو صداش میزنم. خب این الان متد آرایه یا اره ماست، خب که داخل نمپایه. خب حالا میام به این میگم که تو برای من چی شد؟ تو برای من چرا ای بابا 2 3 یک همچین لیستی رو میگیری و تبدیلش میکنی به آرایه نمپایی و اگر که ببینم این چند بعدیه، این بعد به من بگی که این یک آرایه تک بعدیه. آره داره درست میگه، این یک آرایه تک بعدیه. خب این خود آرایه که من اینجا دارم ازش استفاده میکنم برای اینکه یک لیست پایتونی رو بگیره و تبدیلش بکنه به یک آرایه و در آخر بیاد به من نشونش بده. خب خود این آرایه یک متده. ببینید وقتی من موس رو روش هاور میکنم نوشته فانکشن، همون متد که میاد برای ما این مقادیر رو توش میگیره و حالا کاری که ما میخوایم ازش رو برای ما انجام میده. خب ما برای اینکه بخوایم توی نمپای بیایم و آرایه های دیگه ای رو با استفاده از متد های دیگه ای درست بکنیم، دستمون تقریبا بازه. وقتی که بیاین تو سایت رسمی خود نمپای تو بخش داکیومنتش که بیاین این صفحه رو اگه موفق بشین پیدا بکنین، میبینین که این همین متد داره. خب هر کدوم از این متدها برای ما یک مدل از آرایه رو میان و درست میکنن. خب من بعضیاشو بهتون میگم که دستتون راه بیفته، ببینین که اصلا چجوری باید بخونیمش، چجوری باید باش کار بکنیم و اینا. بقیه‌شو خودتون بیاین و مطالعه بکنین و یاد بگیرین. خب تقریبا خیلی آسونه. من یه 4 5 6 7 تاشو که بهتون بگم دستتون راه میافته که اصلا بقیه‌شون چیان یا اینکه چجوری باید اینا رو بخونید. خب از اینه که من شروع بکنم، اولین متدی که داره به من میگه متد امتیه. خب یک سری توضیحات داره. خب میگه که بعد بهش یک شیپ بدی، دی تایپش رو میتونی فلوت بدی یا ندی، بعد شیپش میگه که بعد اینجوری باشه، بعد دی تایپش میتونه از انیت 8 باشه تا فلوت 64 که تو جلسه اول بهتون گفته بودم اینا چی هن. خب حالا من میخوام بیام ببینم که توضیحات ساختنشو داره بهتون نشون بدم. آره اینم توضیحات ساختنشه. خب حالا من با این کاری ندارم. من میخوام بیام یک آرایه empty رو درست بکنم، یا اینجوری بگم میخوام بیام با empty یک آرایه رو درست بکنم. خب برای این کار من میام اینجا اینا رو کامنتش بکنم اول. ای بابا چی شد؟ درسته. من یک متغیری تعریف میکنم به اسم A و بهش میگم که نمپای رو صدا میزنم و بهش empty رو میدم. خب این empty از من توقع چی داره؟ از من توقع یک شیپ داره. شیپ رو تو جلسه پیش من بهتون گفتم بر این استفاده میشه که ما بیایم شکل ظاهری یک آرایه رو بهش بدیم. خب مثلا من اینجا یادداشت میکنم 3/4. خب 3/4 رو که یادداشت بکنم، وقتی که بیام اول ازش پرینت بگیرم که اصلا این یک آرایه چند بعدی هستش، میخوام ببینم که چی به من میده. یک آرایه 2 بعدی رو داره به من میده. خب اوکیه. حالا میام اینجا بهش میگم که تو میای خود این A رو که توسط متد empty یک آرایه شده رو به من نشونش میدی. خب داری یک همچین چیزی رو به من نشون میده. این یک آرایه ساخته شده توسط متد emptyه. خب من میتونم بیام اینجا بگم چیکار کنم، بگم که دی تایپش رو میگیری، نمپای رو صدا میزنم و به فرض مثال یو اینت 8 رو میدم بهش. خب وقتی که دوباره از این خروجی بگیرم،
خب داره کوچیک‌تر شدهش رو به من نشون میده. چرا؟ چون به صورت پیش‌فرض میاد اون بزرگترین مقدار رو تو خودش جای میده. بزرگترین مقدارش کدوم بود؟ میادش یو اینت 64 یا فلوت 64 یا اینت 64، کلا مقدار 64 رو تو خودش به صورت دیفالت جای میده. خب برای همینه که وقتی من اینجا این رو نذارم، دوباره ازش خروجی بگیرم، یکی همچین عدد بزرگی رو داره به من نشون میدهش. خب این 3/4 هم دیگه میدونیم عدد اولیش میشه تعداد ستون، عدد دومیش میشه تعداد سطرها. این الان 3 تا ستون داره، این 1 ستون، 2 ستون، 3 ستون، 4ش میشه تعداد سطرها. این میشه 1 سطر، 2 سطر، 3 سطر و 4 سطر. خب داره یک آرایی 3/4 رو به من میده. حالا من اینو برش میگردونم که کوچیک‌تر به من بده. داره از 160 0 0 0 0 0 اینجوری رو به من نشون میده. حالا من اینجا یو اینتو میکنم، اینت 8 داره از منفی به من نشون میده. خب این MT بر اینه. متد بعدیش چیه؟ بیا من دوباره اینجا متد بعدیش رو بذاریم ببینم چیه. متد بعدیش آیه. آی میاد برای ما چی کار میکنه؟ آی میاد اینجوری بگم که راحت‌تر باشه، یک ماتریس درست میکنه. خب با تعداد عددی که ما بهش بدیم. ببینید یه دونه n میگیره، یه دونه m میگیره. خب این n و mش چی ان؟ بیایم اینجا تو کد بهتون نشون بدم. من هیچ متغیر دوباره درست میکنم، نمپای رو صدا میزنم و اسم اون متد یعنی آی رو بهش میدم. خب ببینید این الان اینجا از من توقع 2 تا عدد داره، یه دونه n که میشه int، یه دونه m که دوباره میشه int. اینا چه فرقی دارن؟ ببینید اگر من به این 2 تا عدد بدم، به فرض مثال 3/3 رو به این بدم، خب این میاد یک ماتریس 3/3 برای من درست میکنه. منم بیام اینجا بگم که پرینت میکنی برای من ای بابا اندیم رو. خب ببینین اول من میخوام بهتون نشون بدم که این چند در چنده، یعنی چند بعدیه. خب 2 بعدی رو داره برای من درست میکنه. الان وقتی بیام از خودش اجرا بگیرم، داره یک همچین ماتریسی رو درست میکنه برای من. خب 3 تا ستون داره، 3 تا سطر داره، 3/3 من بهش گفتم. خب این میشه n و mش. خب یعنی عدد اولش میشه n، عدد دومش میشه n. ولی اگر من فقط بهش یک عدد بدم، مثلا اینجا بهش بدم 5، چه فرقی داره؟ خروجیشو ببینیم با هم دیگه. داره خودش به صورت پیش‌فرض اون mش رو هم پر میکنه. خب یعنی من اینجا یه دونه عدد بهش دادم، عدد 5. این میاد برای من یک ماتریس مربع 5x5 رو درست میکنه. خب ما کاری با تعداد بعدش نداریم، این 2 بعدیه. خب کاری با بعدش نداریم، با ابعادش کار داریم. این الان 5 تا ستون داره، 5 تا سطر داره. ولی مثلا اگر بهش بدم که 1/5، میاد برای من چیکار میکنه؟ یه دونه ماتریس 1 ستونه یا 1 سطره درست میکنه. خب مثلا بهش بدم که 2/5، میاد یه دونه ماتریس 2 ستونه و 5 ردیفه به من میده. خب یعنی همون 2/5. پس اینم میشه از متد آی. اینم کامنتش کنم، بیایم پایین. بعدیش چیه؟ بعدیش که من میخوام بهتون بگم آیدنتی اینه. آره آیدنتی. اینم تقریبا شبیه به همون کار میکنه. خب بریم تو خروجی، بریم تو کد بهتون نشون بدم. من یک متغیر دوباره درست میکنم و نمپای رو صدا میزنم و آیدنتیتی رو میدم بهش و اینجا این از من الان یه دونه عدد بیشتر نمیگیره. میبینی نوشته یه دونه n. خب حالا من میتونم بهش دی تایپ بدم و میتونم بهش شیپ بدم، بعدم بیام عوضش بکنم و اینا، ولی این یه دونه از من عدد میگیره. اگر من بیام مثلا اینجا بدم 4، بیام پایین بگم که دوتا رو کپی کنم، بیام اینجا پیستشون بکنم، راحت تره. خب خروجیشو ببینیم. یک ماتریس 2 بعدی داره به من میده. خب کاری باش ندارم، ولی داره یک ماتریس 4 ستونه و 4 سطره که تشکیل شده از 1 و 0 هستش رو
به من نشون میده. میبینی این 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 خب داره که همچین چیزی رو به من نشون میده. اگر اینجا بهش بگم 2 چه فرقی میکنه؟ داره یک ماتریس 2 در 2 رو به من نشون میده. اگر بهش بدم 3 داره یک ماتریس 3 در 3 رو به من نشون میده. خب فرق این آیدنتیتی با آی چیه؟ ببینید شما به آی میتونین یه دونه عدد بدین، میتونین 2 تا عدد بدین، ولی به آیدنتیتی نمیتونین 2 تا عدد بدین. یه دونه عدد بهش میدین، این آیدنتیتی میاد بسته به اون عددی که دارین میدین اون ماتریس رو به تعداد اون عدد درست میکنه. یعنی اگر اینجا به فرض من 3 بهش بدم، میاد یک ماتریس 3 در 3 رو واسه من درست میکنتش. خب اینم از آیدنتیتی. متد بعدیش چیه؟ متد بعدیش وانه. خب ببینید من پیداش میکنم اینجا. آره وانسه. خب همون وان. وان چی کار میکنه؟ وان میاد برای ما یک جوری بگم که آسون باشه، یک ماتریسی درست میکنه. خب حالا بسته به عددی که من بهش میدم، مثلا 2 در 3 اینجا بهش گفته یا فقط یه دونه عدد بهش گفته، که این فقط با 1 پر میشه. یعنی چی؟ یعنی من میام اینجا یک متغیر درست میکنم A، این نمپای رو صدا میزنم و وانس رو میدم بهش. خب مثلا اینجا همون 2 در 3 ای که خودش گفته رو یادداشت میکنم، میام پای میگم برای من پرینت میکنی A رو. خب این وانس میاد یک ماتریس مربع 2 در 3 که فقط توش عدد 1 هست رو به من نشون میده. ببینیم با هم دیگه، ببین فقط توش عدد 1 ریخته شده. خب این برای اینه. خب این برای اینه. ولی به فرض مثال من میام اینجا بهش یه دونه عدد میدم، به فرض مثال 5 میدم. این چه فرقی داره 5؟ ببینید وقتی من یه دونه عدد به این بدم، خب به وانس من یه دونه عدد میدم. خب این چجوری رفتار میکنه با این اینجوری رفتار میکنه که این 5 رو تو سطر میاد پرش میکنه، خب نه تو ستون. یعنی چی شد؟ خروجیشو ببینیم با هم دیگه. ببینید داره یه دونه 5 تایی به من میده دیگه، نمیاد مثلا 5 در 5 به من بده. خب یا مثلا به فرض مثال من اینجا بذارم 3، خب داره ماتریس 3 تا دونه به من نشون میده. 3 تا 1 رو ریخته توی یه دونه لیست و داره به من نشونش میده. خب دیگه نمیاد مثل این آیدنتیتی یا این آی 3 در 3 بکنتش، خودش درستش بکنه. نه، فرقشون با این اینه. اینم از این. متد بعدیش چیه؟ ببینید اینا اینقدر آسونه که هیچ چیزی نداره من میخوام ویراژ بدم بهتون بگم. خب همین خودتون خیلی راحت بیاین مطالعه بکنین. این پایینم شبه کداشو گذاشته. خب قشنگ متوجه میشین. 0 همونجوری که از اسمش معلومه فقط 0 میده. این وانس فقط 1 میداد، 0 فقط 0 میده. خب من دوباره میام اینجا بدون متغیر درست میکنم، نمپای رو صدا میزنم، از توش 0 رو میدم بهش. این 0 هم مثل وانس هم میتونیم 2 تا عدد بهش بدیم، هم میتونیم یه دونه عدد بهش بدیم. تقریبا همون کار رو میکنه، ولی این فقط با 0 پرش میکنه. مثلا من اینجا بهش 2 در 3 رو میدم، میام پایین A رو پرینت میکنمش. ببینیم داره 2 در 3 فقط 0 به من نشون میده. اگر اینجا بیام بذارم 5 چی میشه؟ اگر بذارم 5 عین همون وانس داره رفتار میکنه، فقط وانس با 1 پر میکنه، 0 با 0 پر میکنه. خب هیچ فرقی نداره. حالا شما به تک تک اینا میتونی شیپ هم بدین دیگه، چون من شیپ رو تو جلسه پیش بهتون گفتم اینجا دیگه نمیگم. متد بعدیمون فوله. خب فول برای ما چیکار میکنه؟ فول میاد بسته به بعدی که ما بهش بدیم یک عدد از ما میگیره و اون عدد رو پر میکنه. ببینین یعنی چی؟ یعنی اینجا ما توی 0 خب خودش به صورت پیشفرض میومد با 0 پر میکرد اون ابعادی که ما بهش گفتیم، یا توی وانس به صورت پیشفرض میومد با 1 پر میکرد بسته به اون ابعادی که ما بهش گفتیم، یا توی آیدنتیتی و آی میومد با 0 و 1 پر میکرد. خب ولی به فرض مثال من یک ماتریسی میخوام که توش فقط میخوام عدد 5 باشه. خب من این کار رو با متد فول میتونم بیام انجامش بدم. من نمپای رو صدا میزنم و فول رو بهش میگم که میه برای من به فرض مثال یک ماتریس
2 در 3 درست میکنی. خب این میشه شیپش. خب این من شیپش رو بهش گفتم، این 2 در 3 میشه شیپش. میام بیرونش، این از من یه دونه عدد میخواد، یه دونه ولیو میخواد. خب که من با چه عددی اینو پرش بکنم. به فرض مثال من اینجا میذارم 5. خب وقتی که ازش خروجی بگیرم چی به من نشون میده؟ من الان توقع دارم بیاد یک ماتریس 2 در 3 که عدد 5 داخلش هست رو به من نشون بده. خروجیشو ببینیم داره به درستی کار میکنه. یک ماتریس 2 در 3 رو داره به من نشون میده که توش فقط عدد 5. من میام اینجا میگه که تو فقط میتونی یه دونه عدد هم به این بدی. منم میگم اوکی. من به فرض مثال همین 2 که خودت مثال زدی رو بهش میگم. ببینین داره مثل 0 یا 1 رفتار میکنه. خب یعنی نمیاد یک 2 در 2 درست بکنه یا یک مثلا اینجا یک 5 در 5 درست بکنه. نه، خب بسته به اون عدد تنهایی که ما بهش بدیم میاد یه دونه ردیف درست میکنه و اون عدد دوم رو اینجایی که من بیرون این پرانتز بهش گفتم رو داخلش جای میده. خب حالا من اینجا مثلا میذارم 5 در 5 داره که همچین چیزی رو به من میده. یک ماتریس مربع 5 در 5 که توش به عدد 5 یا مثلا اینجا من بهش 8 میدم با 8 پر شده. خب اینا خیلی آسونه، باید خودتون بیاین تمرین بکنین، بخونین، ببینین و یاد بگیرینش. خب متد بعدیمون نه کجا مثلا من الان چی بود اومد؟ متد بعدی که میخوام بگم گوشش من ارنج رو میخوام بگم. چرا پیداش نمیکنم ارنج رو؟ خب ارنج رو من پیدا نمیکنم، مثل اینکه ندارتش اینجا، نمیدونم برای چی. زیادم استفاده نمیشه ارنج دیگه. خب ارنج چون زیاد استفاده نمیشه، خود نمپای هم میگه استفاده نکنین دیگه ازش، کنم برای همین اینجا نذاشتتش. حالا من بهتون میگم ارنج. خب کامنتش بکنم بیام پایین. یک متغیر A دارم. ارنج میاد برای ما چیکار میکنه؟ من اول یادداشتش بکنم ارنج رو. ارنج میاد برای ما چیکار میکنه؟ ارنج میاد برای ما خب یک آرایه رو بسته به عدد و گامی که ما بهش میدیم درست میکنه. یعنی من اینجا میذارم 0 و 10. خب یعنی میای برای من یک آرایه رو درست میکنی که عدد اولش 0 و عدد آخرش 10. ببینید وقتی اینجا من اینو موسو بیارم روش بهم نشون نمیدی. خب ببینید یه دونه استارت میگیره، خب یه دونم استاپ میگیره. این 0 من الان شده استارتش، عدد بعدیم میشه استاپش. خب این میاد چی کار میکنه؟ یک ماتریس رو تو این رنج عددی یعنی از 0 تا 10 درست میکنه. ولی ما چون برنامه نویسیم اینو میدونیم که این 10 اینجا یادداشت نمیشه. چرا؟ چون تا سر 10 میره، یعنی تا عدد 9، یعنی از 0 تا عدد 9 رو میاد برای من درستش میکنه. ببینید از 0 تا 9. خب حالا من اینجا عدد بعدی که بهش بدم میشه استپش، میشه گامش. من اینجا به فرض مثال 2 رو بهش میدم. خب داره 0 2 4 6 8 رو به من نشون میده. حالا این به عنوان تمرین میایین چیکار میکنین شما؟ یک تمرینی بهتون بدم. این رنج رو میگیرین. خب این ارنج رو میگیرین چیکار میکنین؟ یک ماتریسی درست میکنین باهاش. خب به فرض از همین مثلا 0 تا بکنمش 11. خب اینو با شیپ میایین تغییرش میدین به ماتریس مربع شکلی، دیگه اینجوری خطی نباشه. خب میایین با دستور شیپ اینو تغییرش میدین و یک ماتریس مربعی رو تو خروجی نمایشش میدین به عنوان تمرین برای خودتون. خب اوکیه. اینم از این متد. متد بعدی که میخوام بهتون بگم، امیدوارم که این تو باشه، من میتونم پیداش کنم. اول ای بابا متد بعدیش بود. متد بعدیش لین اسپیسه که من پیداش نمی کنم دوباره اونم.
سرچ بکنم ببینم. لین اسپیس نیستش. خب اشکالی نداره. لین اسپیس هم خودم دوباره بهتون میگم. من یک متغیر درست میکنم دوباره همون A و نمپا رو میدم بهش. این بار متدش چیه؟ لین اسپیس. لین اسپیس میاد برای ما چی کار میکنه؟ خب بسته به عددی که ما دوباره بهش میدیم میاد برای ما یک رفتاری رو درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی ببینیم من اینجا مثلا بهش میدم 0 1. خب اگر الان از این خروجی بگیرم این فکر کنم به من ارور بده. خب نه، اگر الان از این خروجی بگیرم داره یک همچین چیزی رو به من میده. خب حالا این چیه؟ ببینید میاد از بین 0 و 1 خب عدد تولید میکنه. یعنی کوچکترین عدد من 0 اینجا، بزرگترین عدد من 1. ما بین این 0 و 1 میاد عدد درست میکنه به صورت مساوی. خب حالا من اینجا بهش یک عدد دیگه هم میدم، مثلا 5 رو میدم بهش. این چی کار میکنه؟ خروجی رو ببینیم با هم دیگه. میاد 5 تا عدد درست میکنه. 0 یک عدد من میشه، دومین عدد من، سومین عدد من، چهارمین عدد من و 1 میشه پنجمین عدد من. خب یعنی میاد بین 0 و 1 5 تا عدد درست میکنه که میشه این. حالا من اینجا بهش میدم مثلا بین 0 تا 5 میاد برای من 5 تا عدد درست میکنی. این میاد به صورت مساوی این کارا رو انجام میده. خب چی شد؟ خروجیشو ببینیم. 0 1 و 25 2 نیم 3 و 75 5. خب اومده 5 تا عدد رو، چرا من بهش گفتم اینجا 5، حالا اینو به فرض مثلا بذارم 6 اشتباه نشه. من اینجا بهش میگم چی؟ میای از بین 0 تا 6 5 تا عدد رو به صورت مساوی تولید میکنی. این میشه 0 1 و نیم 3 4 و نیم 6. خب پس اینم از متد لین اسپیس. بقیه متدهاش همین جوریه. خب خودتون بیاین بخونین، متدهاش خیلی آسونه. ببینید مثلا من توی چند دقیقه گفتم، من تو تقریبا 20 خورده دقیقه این همه متد رو بهتون گفتم. خب چرا؟ چون متداش خیلی آسونه، هیچ کاری نداره این متدا. بیاین خودتون بقیه متدهاشو بخونین، مطالعه بکنین. بعد اگر هم که متوجه نشدین مثلا این متد اچ رو که من جلسه پیش بهتون گفته بودم چی کار میکنه، پایینشون هم شبه کداش هست. خب بعضیاشو جلسه پیش گفتم، مثلا اسپلیت رو بیاین بخونین این جاهاشو، بعد پایین شبه کداش رو مطالعه بکنین. خیلی آسونه. خب بخونین، کار بکنین، تمرین بکنین. اگر جایی موندین یا سوال داشتین توی بخش کامنت ها بپرسین، من حتما بهتون جواب میدم. و اینکه چنل رو سابسکرایب کنین، لایک کنین، زنگوله رو بزنین، کامنت بذارین، حمایت کنین و من شما رو توی جلسه بعدی میبینم.